دیپارتامنت جستجوی جنایی پلیس ملی اوکراین در تلگرام کانالش خبر داد که یک شهروند تاجیکستان را که با اتهام تروریسم در جستجوی بین المللی قرار داشت در شهر خارکوف دستگیر کردند. نام دستگیر شده اعلام نشده است، ولی در ویدیو نشر شده دیده می شود که برای بازداشت او نیروهای ویژه را سفربر کردند. گفته می شود شهروند بازداشت شده تاجیکستان 29 سال داشته از جانب مقامات تاجیکستان برای تشکیل گروه جنایی و جلب و فرستادن شهروندان دیگر به سوریه و عراق برای اشتراک در بنام جهاد جستجو می شود. در ویدیو دیده می شود که مرد بازداشت شده از پلیس اوکراین سبب بازداشتش را می پرسد و وقتی به وی جواب می دهند که در جستجوی بین المللی قرار داشت، او می گوید پس فهم است. خبرگزاری اوکراینی با تکیه به پلیس خبر داد که بنا به اطلاع فرستاده مقامات تاجیکستان، این نفر هنوز سال 2013 به صف دو سازمان تروریستی پیوست. بعد چند سال به سوریه و عراق فرستادنی شده است، ولی آنها را در راه به خاور میانه دستگیر کردند. شهروند تاجیکستان حالا در یکی از شعبه‌های پلیس شهر خارکوف نگاه داشته شده. مسئله استردادش به تاجیکستان در دست بررسی قرار دارد. در تاجیکستان به او تا 12 سال حکم زندان تهدید میکند.